کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که 20 اکتبر سال 2022 نجات بخشان بخش این نهاد در منطقه زرافشان جسد یک ساکن 22 ساله جماعت دیهات شنگ شهر پنجکент را پیدا کردند. این جوان روز شنبه 16 اکتبر سال روان در نتیجه یک صدمه مدهش در راه دوشنبه خوجند ناپدید شده بود. جسد او را 15 متر پایین‌تر از جای حادثه در رود فان پیدا کردند و از آب بیرون کشیدند. قبلا خبر داده بودیم که روز 16 اکتبر سال جاری یک ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره ساکن 26 ساله جماعت دیهات شنگ شهر پنجکent هنگام حرکت به سمت پایتخت در نزدیکی شهرک زرافشان ناحیه عینی ولایت سوخت اول به پاره کوه برخورده، سپس به دریای فان سرازیر شده است. در نتیجه این حادثه یک مسافر این ماشین و راننده آن و ساکن جماعت شنگ در جای حادثه به هلاکت رسیده. دو مسافر دیگر که یکی 63 سال داشت و دومی 22 ساله بود با زخم‌های گوناگون به بیمارستان انتقال داده شدند. نجات دهندگان کمیته اولت‌های فوق‌العاده در گروه نوایی منطقه زرافشان به جای حادثه رسیده با کمک راهگذران و ساکنان محلی جسدهای هلاک شدگان و زخمیان را از آب بیرون برآوردند، اما آن روز یک مسافر دیگر این ماشین را پیدا نکردند. جستجوی او با کمک ساکنان 4 روز دوام کرد. کمیته اولت‌های فوق‌العاده به پیوندان و نزدیکان هلاک شدگان اظهار تسلیت کرده بار دیگر از رانندگان خواستند که هنگام حرکت در راه‌ها احتیاط کنند، سرعت حرکت را بالا نبرند و قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت نمایند.